از روی شروع گاه فتوا صادر شد و باید با نظر داشتیم وضعیت موزه و نسل متاسفانه بسیار انسان رو خونی جگر ببینن. وضعیت موزه و نسل رو ببینید در اکثریت دولت‌های مسلمانشین اسلامی اونها رو هم چقدر بدبختی ها چقدر طفل‌ها و زن‌ها و کلانسال و کورسال همه نامه کشته شده اسلام از روی فتنه همین فتنه از بیجا وجود آمد از برای اقدام بعضی از دولت‌های روز بوده ایستاده است من با چشم سر رفته دیدم که از بهترین و آرام‌ترین و پیشرفته‌ترین دولتی که انسان عضو می‌کند شروع باید فتوای صادر کردن همین ما عیناً فتوا را از همین شمول است شروع فتوای شروع علمای جمهوری اسلامی از استفاده سیاسی شروع دادن با نظر داشته مرکب گشتن اوضاع سیاسی و اجتماعی در بعضی کشورهای عالم و وابسته بر این توسعه یافتن جنگ جوانان على خصوص مسلمانان و عملیات جنگی و روندهای افراط‌گرایانه تحت عنوان جهاد در موارد شرق نزدیک این چنین کوشش بعضی اشخاص که برای آرام کردن وضع جامعه و برهم زدن وحدت ملی با گروه‌های افراطی همدستی کردند در میان مردم فتنه و تفریق ایجاد نموده احتمال مردم را از راهبرانشان کاستن گردانند شورای علمای جمهوری تاجیکستان با نظرداشت سرچشمه‌های معتبر شرعی فتوا می‌دهد جنگ با مسلمانان در کشور آنها اشتراک در عملیات‌های جنگی زد همه گونه دولت‌ها بر انگیخته مردم بر ضد راهبران خود با وجود آوردن فتنه با مذهب ناآرام گرداندند و از بین بردن صلح و ثبات و وحدت جامعه ارتباط و همکاری با تشکیلات‌های وطنی و خارجی واسطه‌های اخلاق عامه و گروه احزابی مقصدش را برهم زدن امن و ثبات جامعه و وحدت ملی میباشد گناهی کبیره و عظیم بودند هر نفری که این کردار را صادر نماید و غضب خود گرفتار شدند روز قیامت مستحق عذابی دردناک می‌گردد. برادران عزیز من خیال بکنم که جامعه‌های آرام کشور و این اخوان دوستی و محبت را مثل ناموس